کارهای ساختمانی و بنیادکاری بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جلال‌الدین بلخی وسعت تازه گرفته، مسئولین و بیناکاران با استفاده از شرایط‌های موجوده تلاش بر آن دارند که بهر استقبال سزاوار شایسته این جشن برای هر یک ساکن مملکت پرارزش دستاوردها را در همه جبهه‌ها نظررس گردانند. از جانب بخش معماری و شهرسازی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه اینچنین در همه دهه‌ها برای ساختمان بنگاه‌های طبی، کاشانه‌های حسن و دیگر انشاءات‌های اجتماعی نقشه‌ها، لایحه‌ها آماده کرده شده برای عملی نمودن به فرمایشگران پیشنهاد کرده شده ایستاده است. قابل ذکر است که عین زمان در مرکز ناحیه شهرک بلخ امروزها کارهای ساختمانی در بینای اداره مطبعه، روزنامه نوید بلخ، کتابخانه و آثارخانه، بینای مقامات پروکراتوره، یکچند بیناهای بلندآشیانه استقامتی با نظرداشت مرکزهای سودا و خدمترسانی در آشیانه‌های پایانی، حوضهای شناوری، ورزشگاه مرکزی با 15000 جای نشست، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی در محله‌های احتیاج داشته، کارهای تعمیر و منفرج‌کنی راه‌های ماشینگر با نظرداشت جویبارهای آبپرت‌های کنار راه و چراغان‌کنی و کبودیزارکنی، همچنین سفالک‌پوش کردن پیاده‌گردها و دیگر انشاءات مهم وسعت تازه داشته، ساختمانچیان بهر با صفت بلند معماری و شهرسازی بنیاد نمودن انشاءات بالاذکر در همکاری با متخصصان از مصالح ساختمانی بلندصفت و تکنیک و دیگر شرایط‌های لازمه استفاده می‌نمایند. تا این دوره زیاده از 44 بنا و انشاءات‌ها به انجام رسیده است. از جمله ساختمان مکتب در جماعت دهاتی اوزون، ساختمان مرکز سلامتی در جماعت‌های دهاتی نوآباد و اوزون، میدانچه ورزشی در جماعت شهرک بلخ، حمام و برقرارسازی راه‌های محلی و دیگر بنای انشاءات‌های اجتماعی. مورد ذکر است که بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بهر فراهم آوردن امکانات بیشتر و خوبتر خدمترسانی طبی به اهالی در دو دهه دوردست جماعت دهات فرونز ناحیه بنیاد مرکزهای سلامتی به نقشه گرفته شده است که تا این مدت در آنها قسمت اساسی کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده است. در ادامه این تدبیر با حصه‌گذاری شریکان رشد کارهای بنیادی در مرکز سلامتی جماعت دهات کلیل نیز با مرام ادامه دارد. همچنین در شفاعت این مرکز سلامتی با سهمگذاری یکجای ساکنان و صاحبکاران کارهای بنیادی در بیمارخانه رقمی جریان تازه کسب می‌نماید. در جماعت دهات فرونز 29 انشاءات‌های نو به استفاده داده می‌شود. مغازه خوراکواری، کاشانه حسن، مرکز سلامتی، مؤسسه‌های تعلیمی در نقشه گرفته شده است. عین حال باشد 7 عدد آن به استفاده داده شده است. اینچنین با مقصد عملی نمودن هدف 4 ملی صنعتی کنونی مملکت در ناحیه کارهای نظررس به سامان رسانیده شده است. در جماعت دهات مدنیت کارخانه استحصال سمنت از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود مایر سمنت با مبلغ عمومی 360 میلیون سومانی ساختمانش به انجام رسیده است که عین زمان کارهای آبادانی گردانی حدود برای با استفاده دادن این انشاءات ادامه دارند. طبق اطلاع از شماره انشاءات جشنی در ناحیه جلال‌الدین بلخی قسمت معینش به ساحه معارف راست می‌گیرد. در مدت 3 سال ساختمان زیاده از 72 صنفخانه علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی احتیاج داشته و بنیاد یکچند مؤسسه نو در نظر داشته شده است که تا این مدت علاقه از این شماره 16 صنفخانه مورد بهره برداری قرار داده شده است. این با اطلاع بخش معماری و شهرسازی ناحیه از مجموع عمومی 200 انشاءات جشنی تا امروز 44 عددش مورد بهره برداری قرار داده شده. کارهای ساختمانی در 54 عدد آن در عرفه انجام یابی می باشد. مقصدناک به سامان رسانیدن کشت تکراری بهترین عامل در تامین امنیت عضوقواری محسوب می‌یابد. مخصوصا در شرایط نسبتاً گرم ولایت ختلان با استفاده از تخمی‌های پیشپزک امکان فراهم است که در یک سال از یک زمین 2-3 حاصل گرفته شود. این تجربه در ناحیه کوشانیان خیلی خوب راه اندازی گردیده. عاقلانه و ثمره بخش از زمین بهره برداری می‌کند. نقشه کشت تکراری در ناحیه کوشانیان در همه شکل‌های خوجگیداری بیشتر از 6000 گکتار را تشکیل می‌دهد. تنها در خوجگی‌های دهقانی و انفرادی ناحیه کوشانیان در مساحت 2600 گکتار کشتی دویم باره کردند.
در شرایط حرارت بلند هوا خیلی راحت از یک زمین 2-3 حاصل به دست می‌آید. مخصوصا در صورت انتخاب تخمی‌های اعلی‌صفت شرایط فراهم می‌آید که دهقانان بر عوض زحمت‌های شبانه روزی حاصل فراوان محصولات بگیرند. در ناحیه کوشانیا زراعت ماش، لوبیا، جواری مکئی دان و زراعت خوراک چاروا به صفت کشت تکراری راه اندازی می‌شود. در حدود جماعت 71 هکتار می باشد میدان کشت. ما 100% از عهده کشتی تکراری برآمدیم. در خواجگی دهقانی قهرمان امروز در میدان 12 هکتار کشتی تکراری گذاشته. این 5 هکتارش مکئی دانه موندگیش ماش می باشد. امروز عین حال ما در خواجگی دهقانی همه اویدی ثمرناک استفاده بردن قطعه زمین ها با خوبی میبریم. هر سال ما در حدود جماعت 384 هکتار کشت پخته میکنیم. ای همون نقشه ما 900 تن 940 950 تن پخته جمع‌آوری میکنیم. رشد کشاورزی در دهات مهنت آباد، بستان قلعه، نوبهار و آریان ناحیه کوشانیا خوب به نظر می رسد. با درست بهره برداری کردن از زمین و سرساحه نمودن سمت فعالیت خواجگیداری، دهقانان هم بازار و فراوان می گردونند و هم سطح زندگی خود را بهتر می کنند. تکون جدی در ساحه کشاورزی اصلاحات کل دانسته می شود که دهقانان را در استفاده زمین آزاد و صاحب اختیار می داند. همین ترتیب به آن موجب می شود که ثمره مهنت زحمتکشان به خارج از مرز وطن هم صادرات گردد. کشت تکراری در جماعت شهرک بستان قلعه نقشه همگی 75 هکتار در بر میگیرد که این 77 هکتار اجرا شده است که 102% تشکیل می دهد. از آن جمله غله‌دانگی و جواری مکئی دان، شالی، لوبیاگی را در بر میگیرد. 378 از 9 هکتار کشتی پخته گذرانده شده است که نشونمای خوب دارد. چند سال اخیر است زمین در شهر و ولایت‌های مملکت مقصدناک استفاده گردیده. دهقانان 2 مرتبه و در بعضی موارد در یک سال 3 حاصل به دست می‌آورند. مثال روشن این را در ناحیه دوستی مشاهده کردیم. در خواجگی دهقانی مبارک پالیزی، لوبیا، ماش، جواری مکئی دان و حتی پخته را هم در کشت تکراری راه اندازی کردند. 35-40 سانتی گندم گرفتیم. انکوزر 40 هکتار زمین در تکراری ماش کردیم. یک 40 هکتار زمین گندم جواری مکه 2 حاصل گرفتیم. تجربه ثابت می‌نماید که در شرایط نسبتاً گرم ناحیه‌های جنوب بعد از دروی جو پخته پرورش کردن امکانات خوب دارد. طوری مشاهده می‌کنید در حاصل دوم پخته کش کردن که امروز الکی برای جمع‌آوری آماده کرده شده است. در اختیار خواجگی 200 هکتار زمین است. 70 هکتار زمین پخته کش کردیم. در هر سال 2 نمود پخته کش می‌کنیم. حاصلناکی ساز از ما نیاز داریم که از 35 تا 40 سانتی را حاصلناکی کنیم. سالهای گذشته در موضع گراوتی و جماعت دهات نوری بخش قسمان زمین ها بیکار میموند. سبب اساسی نرسیدن آب پالیزی ارزیابی میشد. امسال ریاست بهداشت زمین و آبیاری ناحیه دوستی در دریای کافرنیهان سد بنیاد کرده آب را به این منطقه دوردست جاری نمودند. طور اطلاع دادن 3,500 هکتار آبشار کرده شد. در جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کشتی تکراری را بر زیاد اجرا کردند. کشاورزان الکی به کشتی سبزی شروع نموده روزهای نزدیک به کاریدن پیاز مشغول می شوند. در جماعت دهات دهقان آباد نیز هر وجب زمینی کارم را مقصدناک استفاده بردند. کشتی تکراری تا امروز 100% اجرا شده. در زمینهای غله پیاز بودن یا را کارچکه بودن گرفتیم. مکئی دان، شالی، عموما در جماعت کشتی تکراری 583 هکتار بود. 100% اجراش کردیم. رشد ساحه کشاورزی در ناحیه خراسان هم خوب به نظر می رسد. در شرایط حرارت بلند هوا خیلی راحت از یک زمین 2-3 حاصل به دست می آید. مخصوصا در صورت انتخاب تخمی های اعلی صفت پیش‌بزک شرایط فراهم می آید که دهقانان بر عوض زحمت های شبانه روزی حاصل فراوان محصولات بگیرند. در ناحیه خراسان نیز زراعت ماش، لوبیا، جواری مکئی دان و زراعت خوراکی چاروا به صفت کشتی تکراری راه اندازی می شود. همین زمین‌ها دا گندم و جو کاریده بودیم. خیلی حاصلناکی خوب شد. قریب 40-45 سانتی حاصل گرفتیم. ما در روش کشتی تکراری جواری مکه کاریدیم. 1.5 هکتار زمین خالی موندگیم. پیاز میکاریم، سبزی میکاریم، ترب میکاریم. مقصد ما
дар як сол 2-3 ҳосил гирифтам. маҳсулот ки зиёд шавад бозор арзон мешавад.